با تجربه از کشور بلژیم. دوستان عزیز با میدان وارد می شود ابوبکر شرف، نفری که اکنون از وزن 73 با وزن 81 کیلوگرم گذشت و یکی از امیدهای ما امروز در گرند اسلم تیفلیس است ابوبکر شرف به حساب می رود. ابوبکر شرف کبودپوش است. پهلوان ما تاجیکستان را نمایندگی می کند. ماتیاس کاسه از بلژیم، پهلوان خیلی با تجربه این کشور که قهرمان جهان است و دارنده نشان برنجی بازی‌های المپیک توکیو 2020. اولین فشارها می‌بینیم که از جانب ماتیاس کاسه می‌خواهد در زمین حرکت‌ها را ادامه دهد. فشار برای باقی کردن پهلوان ما، ولی شرف از این موقع خود را رها کرد. ابوبکر شرف بیشتر در حالت راستا خوبتر هنرنمایی میکند، نظر به آنه که کار در زمین ادامه کند. و حالا آغاز این رقابت است. اندک پیشرفتی خود را ماتیاس کاسه نشان داد. و بار دوم از همان روش استفاده میکند ماتیاس کاسه، ولی موفق نیست. اینجا داور کمفعالی ابوبکر شرف پهلوان تاجیکستانی را اشاره میکند و با او شیدای اول را داد. اما موقع خوب را اگر پیدا کند پهلوان ما میتواند که پرتاب انجام دهد، ولی ماتیاس کاسه طریق خود انداز توجه شرف. محمد مراد عبدالرحمن اینجا اشاره میکند و ابوبکر شرف که چگونه باید رقابت را ادامه دهد. نه، با این شکل پیوسته اجرا کردن الکی رقیب میخواند، پای میبرد حالتها را. به همین خاطر شاید شیدای دوم به شرف دهد داور. بله، اشاره میکند که هجوم یا حرکت شرف این بر دروغ بود، به همین خاطر بار دوم پهلوان ما را مجازات کرد. خب دیگر اکنون شرف باید پورا به هجوم گذارد، ولی اینجا زیر چنگال حریفش قرار میگیرد و از این حالت خیلی خفناک خود را رها کرد. ابوبکر شرف حالت لدادن دست از جانب ماتیاس کاسه، ولی تسلیم نمی شود. ابوبکر شرف بسیار حالت خطرناک و در داور است برای پهلوان ما، اما تا به حال تسلیم نشد و رقابت را اینجا داور باز نمی دارد و وزری بهاگذاری می کند عمل کرده که از جانب ماتیاس کاسه بود و حالا هم فشار را در زمین ادامه می دهد پهلوان بلژیم و باز با تخت پوش می گرداند شرف را و می خواهد حالت استحکامی را به میان بیارد. از حد زیاد شد این حالت، باید داور رقابت را باز دارد. و اکنون رقابت را باز می دارد داور. خب حرکتی که از جانب ماتیاس کاسه بود امتیاز وزری بها گذاری شد و او از شرف یک قدم پیش می گذارد. اکنون هرچی بود و بود دیگر توکل باید کند شرف. وقتم خیلی کم باقی مانده است برای پرتافت انجام دادن. تنها اینجا اکنون امتیازی ایپان لازم است برای شرف، ولی انا همین عمل کردی نماینده بلژیم با امتیاز ایپان انجام می‌یابد. سر زانو نشست و حرکت انجام داد، شرف را از ادامه رقابت محروم کرد. البته تجربه ماتیاس کاسه خیلی خوب است و شرف باشد اندک اکنون با وزن 81 کیلوگرم مطابق می شود و در این رقابت نتوانست که پیروز گردد.
و با گلیم دیگر میگذاریم.